لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا میکنیم که الله جل شأنه فرزندایی که امروز عقیقه دارند خداوند جل شأنه پیرو قرآن و سنت و عمر درازی با برکت برای اینها نصیب فرماید و خداوند جل شأنه در خاندان این محمد و میرزا ولی و مصعب در این مالی که در راه خدا صرف کردن و یک سنت پیامبر زنده کردن، خداوند از این دم بسیارتر شکریه و انشاءالله اطراف 5 آیه مبارکه قرآنی که در سوره مؤمنون آمده است صحبت میکنیم که چی طور الله جل شأنه همین انسان خلق کرد. پیش از این که این اوزی و این تلسکوپ این وسیله هایی که شکمای زنکا را میبینن، پیش از این الله جل شأنه مرحله تکوینی کودک در قرآن ذکر کرد که کافر بچه های بدبخت اکه حال اعجاز علمیش و نشون میتین که پیشترک الله جل شأنه در قرآن با دقت همین را ذکر کرده. خداوند جل شأنه می فرماید ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله العظيم. اطراف همین آیه های مبارکه قرآنی گپ میزنیم که خدا میفرماید که ما این انسان و سلاله این را بدایت این را از خاک خلق کردیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان الله خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الارض. وقتا که الله جل شأنه انسان خلق کرد، یک قبضه از همه خاک زمین گرفت. فجاء بنو آدم على قدر الارض جاء منهم الاحمر والاسود والابيض و بین ذلك. به همین خاطر است که انسان سیاه هم یافت می شود، انسان سرخ هم یافت می شود، انسان سفید هم یافت می شود و می شود که نه سیاه نه سفید، گندم رنگ میگن، رنگ قیاسنی می شود که باز نه سرخ نه سفید و در بین همین ها الله جل شأنه همین خیل انسان ها را خلق کرد. والخبیث والطیب و بین ذلك. و الله جل شأنه بدبخترین انسان ها را از همین زمین خلق کرد و نیکوترین انسان ها را از همین خلق کرد. ابو جهل بین بدبخترین دشمن پیامبر، فرعون زمان پیامبر بعد از همین خاک خلق شد و ابو بکر بهترین امت پیامبر بعد از همین خاک خلق شد. زمین وقت میبینه زمین شور هست، از او حاصل نمیشود. زمین میبینه که زمین هست که از او همه نمود حاصل میشود. الله جل شأنه هم همین خیل انسان خلق کرد، انسانی بدبخت و انسانی خوشبخت و تا روز قیامت هم همین خیل انسان ها ادامه میوان. در همین زمان هم ابو جهل هست، خیلی که در زمان پیامبر ابو جهل بود، در همه زمان ابو جهل هست. در همه زمان ابو جهل های هستن که دین تمعن میکنن،
عبادت معا میکنن، خدا معا میکنن و علاقت به الله جل شأنه معا میکنن، در همه زمان هستن. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. الله جل شأنه در دوام همین آیت مرحله ترکیب چخیل از یک حالت بر یک حالت دیگر تغییر یافتنی یک آب صاف نقل میکنه که همین یک آب چخیل از یک مرحله بر یک مرحله تغییر خورده که به یک شکل زیبای انسانی تغییر خورد، به یک شکل زیبای انسانی تبدیل خورد. خداوند میفرماید ثم خلقنا النطفة علقه. ما همین آب منی، آب صاف، نطفه مفسرین میگن آب مرد هست، همین آب صافی که در رحم زن جایگین شد، همین را بر یک خون لربسته تبدیل دادیم. این خلق الهی است. بعد از آن میگه همین خون لربسته را به مضغه تبدیل دادیم. مضغه را مفسرین میگن قطعه من اللحم غیر مشکل، یک قطعه گوشت هست که حال شکل انسانی در او تیار شدگی نیست. این را مضغه میگن. ابن عباس رضی الله تعالی عنه میگن که مضغه معناش یک استخوان سخت است، استخوان سخت. فجعلنا المضغة عظاما، استخوان سختش کردیم همیرا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند که کل جسد ابن آدم یبلا الا عجب الذنب. وقتا که انسان از دنیا میگذره پسیدن شروع میشوه، همه بدن انسان میپسه مگر عجب الذنب، همی ستون مهره انسان آخرش نگه کنی انمیقک سغونه، همی نمیپسه، همی نمیپسه. اگر 100 ساله ها بگذره، اگر قرنها بگذره، اگر همی نمیپسه. پیامبر میفرماید منه خلق و منه یرکب. از همی خدا خلقش کرد. اولین چیز نگاه کنه از نطفه بود، خون لربسته شد، قطعه گوشت شده که بعد به یک استخوان تبدیل شد. و روز قیامت هم در حدیث آمدگه از همی با سوز میشوند. خیلی که گیاه ها بارون میباره سوز میشوند، انمی تبا انسان از قبرستان میخیزه و سبز میشوند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگرشان میفرمایند ان فی الانسان عظما لا تأکله الارض ابدا الى یوم القیامه یرکب یوم القیامه. یک استخوان هست در وجود انسان که زمین هیچگاه ایره نمیخوره. انسان ها را غیر پیغمبرا همه را میخوره زمین به مرور زمان، لیکن الله جل شأنه همین استخوان باقی میمانه و از همین روز قیامت دوباره انسان ها را زنده میکنن. فکسوناه لحما. حضرت عبدالله ابن عباس و دیگر مفسرین میفرمایند که فکسوناه لحما، همین اسکلت میگیم که از انسان شروع شد، همین سغونه که در انسان بود خداوند جل شأنه لباس از گوشت میپشانش. همین بدن هر یکی ما و شما را نگاه کنیم، یگان استخوانمان به گوشت نیست. اول الله که همین خلقش کرد استخوان بود، مثل لباس واره تمام بدن و به گوشت میپشانه الله جل شأنه. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. الله جل شأنه میفرماید که بعد از آن ما همین گوشت و همین استخوان در درونش روح خودمان انداختیم، جان انداختیم
فتتحرک فاصبح خلقا آخر. حرکت کرده که از یک آب، از یک گوشت، از یک استخوان به یک انسان